یه ذره خنده داره گفتنش. بگید ما نمیخواد. از در دستشویی. یکم بیشتر توضیح بدید. ما توی خونه درهای زیادی داریم. یه در ورودی داریم، در اتاق داریم، در دستشویی داریم، در انباری داریم. بله. ولی یه روزی به این فکر کردم که پرکاربردترین دره کدومه؟ داره که بیشتر بسته باشه. در دستشویی همه ازش استفاده میکنه به دفعات. ولی چند نفر رو دیدیم که با پا این دره رو باز میکنن. چند نفر رو دیدیم که تلاش میکنن حتی دستشون نخوره. چند بار دیدیم که وقتی یکی از در دستشویی میاد بیرون به نشانه احترام براش قیام بکنن. من حسم اینه که و البته که نمیگم که بشیم در انباری که سال تا سال آدم‌ها بهش سر نزنن و وسیله بنجلاشون رو بندازن اونجا، ولی به قیمت همه جا بودن و پر مصرف بودن به خودم میگم اجازه نده که این مدلی باهات رفتار بکنن. بله. تعبیر جالبی. هر جایی نریم، هر مهمونی نریم،